سرت را وطن فروش نمایان شب قاتل معصومان رویت را نشان ده خواهی نشان ده که نمایان شب قاتل راسلت را نشانی آنها نشوید. بچه ها در راه هم دقت کنید. تو با تیریزه کپور هستی هجومی اول رو پشت سر کردن. اگر بزدوری آیند دشوارتر نشد یا برگردید. نه تو همش رو نکشم پس نگردید. اگر یاری آید تو آماده است. یک نشانگری با 5 نفری دیگر اومده. چیکار نکنیم یا برگردید؟ از جایشون نکنم. حمله ناگهانی آنها را به فکرم سرنگون می‌سازد. فهمو، لیکن بینا چی؟ با ماشین مادهی ترکنده نکنید. فدایی آماده کنید. امینی؟ زود باش. که تو اینجا خودکشی کنی. بتوانم تو آنجا رانم. بعد از ماشین پریدن و صفتان همراه شدم. در تاریخ هم تو قهرمانی این دعوا ثبت میکنه. در برگشته با شما یاریدی همین خودتر نیست مگر؟ اینها همش فرزندان تو رو فریب میدن. آنها رو گرسنه میگذارند. آیندهشان رو برباد میدن. حتی به قتل میرسانند. از برای آینده فرزندانت سوار شو و سوی آنها برو و پیش. زود باش. فرزندانم باید آنها رو ببینم. ماشین من شد. ماشین من شد. بچه ها به هر طرف پراکنده شوید. پراکنده شوید. زودتر. زودتر. زود باشید. زود باشید بچه ها. زودتر. مورد همراهتان از شما نفرت دارم. قاتل فرزندانی ما. ای ابله مایم تکیلی سلامتی فرزندانت.
گفتم برای انتحار آدمانی آیله‌دار را نآورید. آنها همیشه در فکر آیله‌شان در وقتی کار خفا می‌نشینند. فرانید! فرانید! آتش! باید ماشین بیدار کرد! فرانید! فرانید! آتش! ملکه! 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 بیدار شدی؟ حسن جون؟ فرازه شدی؟ تو خوب هستی ملکه. من خوبم. من خوب هستم. کنی؟ شکر که تو رو باز یک بار دیگر دیدم. صحت و سلامتی. اکنون میرم هم به ارمان میگیرم. در این دنیا و اون دنیا یک جایه. حسن جانم. قوت همون باقی است. تا ابد. شاهین، آنها ماشین را توی باران دارند. اگر بمب ترک کنم همون نابود میشویم. بمب را بی‌ضرر می‌کنم. ایست. اداره کردن نمی‌توان. وقت نهایت کم است. باید سلاحی آنها را بر ضد خود آنها استفاده کنیم. بایدش، من رفتم. نه، در با من از تو بلندترم. امر می‌دهم. تو همینجا ایستاده با بچه‌ها راهبری را به عهده می‌گیری. چی کپ است؟ کیست تو؟ اگر شما با خودکشی به مقصد ناپاک خود رسیدن کنید ما در روی صداقت شهدی شهادت خواهیم کرد. یا الله. ایستد میگویم افرانه در ماشین بمب است گریزید زودتر گریزید من تیارم. همه‌تان حرکت کنید. بار دیگر هجوم نکنید. بنا را خالی کنید. نشان کسانی که به ما هجوم کردند. زودتر بچه‌ها. باشم احمقا. همه بر پیش.
پس چی ملیکا؟ فرزندهایمون رو میبینم، میخندن و من سخن میگویم. رویانه انشالله همش خوب می شود. نجات میابی و تو به فرزندانمون پدر میشوی. از چنین پدری قهرمان آنها افتخار خواهند کرد. تو چی؟ شاد میشوم که چنین مادر مهربان دارم. حسن خوبم. ظفر را پروندن. در میانی آتش افتاده. پرانی آتش. در کجایی تو ها؟ اقرب دو. اخر تو در الان اقرب دو. از جایی به ما نامعلوم تیراندازی هست. از جای ما جنبیده نمیتوانیم. اقرب دو. اخر میدونم. من هم او رو میکنم ولی مکنش رو یافته نتوانستم. مسکنم رو عوض میکنم. خوب. به پیش کارلس. به پیش. کجایی تو ها؟ کجایی تو؟ نپرانید. التجا میکنم نکنید. جو نکن ملیکا. ملیکا نوما. ملیکا خوبی؟ اکا من به طرف بینو حرکت میکنم. دیوانگی نکن جمیل. در بین پران کجا میروی؟ اکا در بینو شاید درونمون بکشن. جمیل صبر کن. اول همین تیرانداز را یک طرفه کنیم. اکا با انتظار شدم. صبر کردم. دوستم شهید شد. اگر باز همین کل شود دیوانه میشوم. جمیل با دقت باش. خوب شده است. اینجا رو محافظت کنید. جمیل
شد و خاک یکسان کن آنها را خاک نیاکا با بود یکسان میکنم اینها را شما با دیدن فرزندانم مانع شدید. ما چه گناه داریم؟ ما چی کار کرده ایم؟ بیرو از آدمان خودت انتقام گیر. بابا گیر. ما در فاتحه التجا میکنم، تولع میکنم، ما را نکش. انا اکنون من شما را جدا میکنم. ای برادر چطور یک طرف آتون در دست ما فراموش کرده اید شما خوب استید؟ طاقت کنید تشکر. بیا شیر جایان بیا قهرمان بیا اکایاری ما اومدیم اکا سلاحتان را پایان کنید بچه ها گردان شوید بیا چه شد ها؟ اذیت همین قدر است سیدی کار یک بچار ها از میدانی جنگی تن به تن گریختن شیوه ایمانی است بچه ها گردان شوید من همین حالت تو را من دوست میدارم برادر جنگی تن به تن لازم نیست این نامرد نمیارزن گردان شوید بچه ها آیا چنان ادب میدهم که در آن خانه تمام عمر به یاد خواهد آورد ما را بدان مفتاندنی بودند جزای آنها را دادن لازم طاقت کردن میتوان نباتا خودت را به دست گیر میجنگم اکایاری فقط خودش میجنگد در این مقابل میکند فقط خودش من هم میجنگم فقط خودت تن به تن میجنگی نباتا ایست این قدر کودک نشو بیا آرتور بگیر آرا هم تویی یک تویی را نابود میسازم کار این خواهینان به آخر رسید اکنون نوبتی تو من وقتی هیاهویی تو را ندارم اکایوری سلیم میکنم بس چی کار میکنید عارف سعی شده هست بس کنه خوش میکنم آرام شوید آرام برادری زخمی داریم شما باشید مانندی مکتبچه ها دست کنو یکدیگر میگیرید رفتیم برویم از اینجا زودتر بیا رفتیم از اینجا رفتیم زودتر عارف راه گرد زخمدار شدی؟ شرم نمیداری شاهی رفتیم زود باش خوب استی عارف؟ جمله هیچ چیز نشده است کمی پای کرده گذر شکر خدا بد نیست بخیر از رفتیم انا دیدی خدا ما را ناامید نکرد در پناهش نگاه داشت یک کویه برای نم کردن فرزندانمون آماده شد. بعد از تعینات مخصوص اینجا برای شما اونقدر سیر حرکت نمی نماید بله میدانم اما راحت میکنم برای به اینجا کار در آمدن بعضی ها آمدن جان فیدا کنند راستش را گویم از مجبوری آمدم
چنین کارها چه دروغ گویم مرا زخ میکنند. جایتان اینجا. بعضی‌ها در کار مشکلی میکشند. با آنها مدد میکنید. در یک مدت کوتاه عادت میکنید. با این تلفن با چایخانه چی پیوست شده میتوانید. سلامت باشید. چی گویم؟ بخیر باشد. خوش آمدید. شخصا من بسیار شادم که اینجا آمدید. سلامت باشید. آباد باشید سردار. آی عزیزم گفتم که چای مرا در ظرف بیار. بزار کردی با ظرف و مرفت تا حال از استاکان نوشیدن را یاد نگرفتی؟ من از اسکری عادت کردم دیگر نمیتوانم. خدایا گیر بیاش چی خدره که میتوانی؟ ماشالله گویا شرشره باشد میریزد و میریزد. باز همون کارش یک نوعی کلا را اصل مالیدی. پلیس نه و منفذ میشدی باید بولتجا. رجب جان حجری ما هست کو و یک خاله دارد کو انا اول یک دخترک دارد یه شده باز چند کس رو رنبار میکنی؟ انا او توی دارد امروز برای هده یک بازوبند خریده بیار. آخری ما شد چخیل بازوبند در زمستان توی میشده است تابستان توی کند. با من بگوی با کی داد زدی؟ تمام جانکم حل میکنیم مایلش. انا این گفی دیگر کی باشد؟ سومن خوش آمده. خوش باش عارف. خوب هستی عارف؟ شکر بد نیم. مخصوص برای تو تیار کرده آوردم. همین تراره مرحمت به خونه دارم. بفرم. خدا را شکر. زنگ میزنم جواب نمیدی. کجا بودی؟ آقا به من هر دم زنگ نزنید. دقت جلب میکنم. همین قدر مالکی به شوبه آید. جواب ندادی خواطر شدم آخر. با عارف کشتل به کشتل شدم. اپیامونه همینش نمیرسید. اما میدانم که عیبی توست. آخر مرا قاتل نام میگیرد. آخر از پایش کنده نیستی. من قاتل نیستم. شاهین راستش رو گوی. یگان نامعقولی نکردی آخر؟ باز قهر دیوانه ضرر دیوانه نشود. عقلت را کار فرما. حالا روزی می شود که عارف را بیگناه میبرارید. بیا مان. خرید که پای کرده گذشته است. باز من تو رو در اون حالت دیده. گمان کرده که مردم. نه این طور نگوی عارف. از دهانت شمال برد. ترسیدی که میمیرم. کی میداند؟ شاید من پیش از تو بمیرم. سومن خدا نشانه دهد این طور فکر نکن. شخصا برای تو خوراک پختم با کارتوشکا و پنیر. تو باید بخوری. حاضر میارم. مایلش. شاهین جان از پنهانی کار کردن آدم برین با عارف روبرو نشسته صحبت کنی نمی شود.
تا آدمی که با من همچون قاتل معامله میکند هرگز. چی در کار اینقدر نفرت؟ چخیلی که او حیاتی مرا محو کرد من هم حیاتی او را همان گونه محو میکنم. گوش کن شاهین، من تو رو دوست میدارم، اما به خدا خودم رفته همه‌اش رو میفهمونم. این طور نمیشود آخر. نه این کار را نکنید تقا. در عکس حال با من سر و کار میگیرید. از برای خدا چرا با یکدیگر در افتادید؟ ای به شاهین، خدا را شکر گوید که ما را جدا کرده. این تضاد رو بینید، ولی هنگامی عملیات با هم بودید. تقاضای کاری ما همین است. عملیات که تمام شد من باز به حالت قبلی برمیگردم. من از این جنگ و جدال هایتان مانده شدم. کی به حضور و آرامی میرسیم؟ به نزدیکی. اما اول باید با شاهین حساب کتاب کنیم. از تو چی میخواسته باشد؟ نمیدانم، خودم حیرانم و نمیفهمم. به فکری تو چرا با من چنین رفتار میکند؟ هنگامی که در شعبه استخبارات کار میکردیم از خصومت های انسانی فقط یک چیز رو تلقی میکرد: چرا؟ انتقام. شاهین را درست نمیشناسم. چرا از من انتقام میگیره؟ عجیبش همین نشناختنت. شاید در عملیات هایی که در غرب انجام دادی یا اینکه در همین جا با همان آدم ها یگان ارتباط داشت. نمیدونم. راست میگویی سومن. و گروه آمد او را با آغوش گرفتیم، قبول کردیم. اما من او را درست و دقیق نمیشناسم. تو به من یاری میدی؟ در کدام خصوص؟ در شناخت شخصیت شاهین و کی بودنی او باید همه طرف او را شناسیم و دانیم. و من یاری ده سومن. خب اما تو باید خوراک رو تا آخر خوری. و تو معقول نشد. انصاف سومن. کن. چند ساعت برای تو مهنت کردم. چی ها میگویی سومن؟ بهترین. چند مدت شد که من چنین خوراکی با لذت خانگی نخوردم. تمام نکردی کو؟ تو خودت خوب میدانی که بسیار با لذت است. زودتری ها میرفتن کارمون رو سر میکردیم. 7 ساعت شد چی کار میکنن من نفهمیدم. برادر دیگر خلش نیست. همه همین باور کن. بولتا جان باید قرار بیا اکنون. آخر برای ینگه نمیگیری که تو ها؟ با سپارشی ینگت اینجا آمدم برادر. اوه این طور باشه تو مردی. اگر در انتخاب اشتباه کنی با او معقول نشود. اوه تو مردی. بس کاری من نکنی قدر دستتون درد رو نبیند اینقدر خوب می نماید. در بالا همسایه‌ای داریم که کسی ندارد. گفتم با او ببرم. همین دفع. بسیار آدمی عجیب است. پلیس ما را از دزدان خلاص کرد. کو سلیم برکت بر. مایلا با شما روزی خوش. سلامت باشید. برادر بهترینش همین است. همین رو گیر. التجا میکنم. نه من از اوده این کار نمر آمدم. با که عارف زنگ میزنم او میوبد. چرا او رو بزوبیته میکنی؟ من استراحت کند. دیروز روزی وزنی بود برایش. خدایا در حقیقت زنگ زد. الو اکه عارف با تو احتیاج دارم اکه. کارلس نمیوید میگوید ما میویی. خیر تشکر میآید. علاقه چپته هواپیما را گرفتم میگویم. باید بعد درست به خارجه روم میفهمید. خانم در 2 روز آماده نمی شود. حجت ها را به انقره روان میکنیم. این کار 1 هفته دوام میکند. این چی کار است ها؟ از روی تو بر این ماموران ناعتبرا تعطیل فرانسه برباد میرود. اکنون من نوره را دیده نمیتوانم. اگر اول شناسنامه‌تان را گرفته بعد نقشه تعطیل میکردید این طور نمیشد. باز به من کار میآموزی ها؟ بسیار میدانی. گویا بسیار به خارجه سفر کرده باشی. درست. شما برای فرانسه و ایتالیا را دور نزدیم ما. اما در افغانستان بودم، در سمری بودم، در عراق هم. نه برای تجارت، برای تمثیل کردن وطنی عزیزم آنجا بودم. باز نامبر کنم
شما کیستید که دادای مرا میرنجونیده؟ این چی گپ است؟ اینها اویلوی اینجا را ضبط کردند. دادای من کارگری واحدی مخصوص برای همه ما جانشان را دریغ نمیدارند. خیر میبخشی توبه کردم. دادا جونکم. دخترم نازیه جانم دویده رفت ساله رسیده نتوانستم مونده نباشی بخیر است ساله؟ تشکر سعادت چطوری که میبینی در آخر گپی تو شد باشه دادا جون من اینجا را نزدیدم. اینجا راحت است؟ نمیدانم ولی من عادت نکردم تا حال شما با وعدهتون وفا کردید. از این پس در همینجا کار میکنید. اکنون مادرم باید به وعدهشون وفا کنند. چی بود وعده من؟ فراموش کردید؟ به خانه برگشتن آخیر. جنجال شما برای همین بود کو. اگر شما رو باز در خانه بینم به همه کار راضیم شناسنامه هم میکنیم این هم وظیفه است باور کنید دادا جانم دیگر من دادا نیمشب به خونه نمیاد گفتم نمیترسم. دیگر نمیگویم که آیا دادام را باری دیگر میدیده باشم. در نزد دکان ایستادند. دیوانه میشوم. آنها نمیروند کم میدانم. انتظار میشویم. چند روز شد من نقشه کشیدم. بولتا یخ کردیم اخیر یک تاش رو انتخاب میکردی جانم خلاص بود. اگه یاریفه می آید دیدی گفتی نمی آید اکا نجات دهید ما رو دیوانه کردین. السلام علیکم بابا کارلوس چه حال داره؟ خوش آمده دکار تشکر. بیا کمی انتظار شویم. بولتا تو چگونه آدمه از برای تو شده من از خانه گرم برآمدم با غیر از تو هیچ کس این کارو کرده نمیتونه گفتم که بیا من انتخاب کنم نه اکای عارفم کجا میگویم. میفهمی تا حال مجرد گشته ای بازو من در نظرت پاچه ای ما شد اکای عارف حال رو بی از خونه که مردیم مانند پنده شدیم که مادرش رو گم کرده است. شد مایلش حل میکنیم البته رفتیم همه شکل یک بار در آمدند. کمی انتظار شویم بیسوی باشند نمیشوند. رفتیم دیگر جا رو غارت میکنیم. نه نمیشود. چند روز ما از پای همین جا را غارت میکنیم. فهمیدی؟ بسیار خوب همین میشود هم زیبا هم هنگام فروختن نرخش پس نمیشود همین طور نه استاد بله درست هرچی گویا که همان میشود استاد خوب پیشان آه خدا را شکر خیریت که آمدید برادر وگرنه تا اینها انتخاب میکردن که داماد و عروس کایه ها فرزنددار میشدن. بچه ها در اون طرف بیل سپید میفروشند یک رفته بینم مایلش یک جای رفته میبینیم. برای تکمیل دادن عملیات ها میگیری نه هدیه برای یک در این خصوص من کارشناسم از کجا؟ تو از ولسپیدرانی چی میفهمی؟ ای گنجیش وقتی تو بچه باز میکردی من با ویلسپید به مکتب میرفتم باز آرزو میکردم پلیس ویلسپید ها میشم خب این طور باشد رفتیم اگر شما نقص پیچانید ما حاضر گشته میآییم از اینجا پولش رو گیرید اول نرخش رو پرسو خیر. چه پرسا؟ با استا آشنا شدیم خودش حل میکنه بله درست میگوی حل میکنم. رفته آنها برآمدند. آره در همینجا رفتیم. مایلش MTB تریاتلون تایم تریل برای مسابقه فری راید داون هیل کراس کانتری کدومش لازم؟ هدیه برای کودک برای کودک گفتی ابو بخش باید ترمز خوب باشد یک امارتیزاتور باشد بس آهن باید صبور باشد
اکا بولتا شالشون داد در خدو فرید من در حیرت قایل پس رجب بای با فکری تو همین نورو گیری با فکری من ها اکا اگر بولتا همین گفته باشد همین خب انتها باشد میگیری زود باش باز یگانه معقولی نکنی که من رحم ندارم دست پاید نجوبم مقصد این خوشحال کردن کودک است درست عیناً همین خیلی بولتا تو در اینجا چیکار میکنی؟ من عاشق این شدم فاطمه اجازت میداد میخریدم خدایا توبه گوش کن بعد به عملیات با ولسپید بیا خب رجب اینقدر آدمی عجایبی تو زود باش این هدیه را هم گیر مهلش خیر ما رفتیم پلیس دزد رو دارید ما رو غارت کردن آنکه هدیه شما با رو گرفتن 155 زنگ زدید زودتر با 155 زود باشه شون میگم هدیه مرا گرفتن رجب تمام دیگر رو مورد نمیشنود بولتا لабая пайсавда суманҷон гуфтаҳоятро хуб фикр кардам апай саодат дуруст мегӯӣ барои фарзанд падар муҳим аст медонӣ чӣ барои ман муҳим аст ки нозия хушбахт бошад албатта апа фарзанд муҳим аст медонам барои ҳамин ҳам ба хона бармегардам апай саодат тасаввур намекунед چه قدر خرسند شدم بهترین کارو کرده تشکر جانکم اما میدونی که مادرم با این کار زید است من خانه میروم اما میخواهم که نفری منفی نباشد گفتنی هم که مرا دستگیری میکنی البته اپا جان من حتما میایم تو را زحمت میدیم اگر تو در نزدم باشی مادرم اونقدر مرا عذاب نمیدهد خواطر نشده بودن یه نفری از واحدی مخصوص همیشه خوب است خوب جانکم مادر جون تشکر به شما ایشت به ناموسا ایشت کفا نگاه نکن احتیاط باش میافتی احتیاط باش رجب بای احتیاط باش نگو رشت رجب ایشت از پشتمان میایم اکای زفر ما را در سر راه انتظار است رجب ای دیوانه ها اکای زفر رشت اکای زفر یک دیوانه از پشتمان شد احمد مردید پاداش اینقدر دواندگیتون را میدید از کجا یافتید این دیوانه را نمیدونم از خفایمان اومد توفه مرا ده آوازیر کنم توفایی تو رجب بولتا ایستید اینها گروه بودن کن چیزهای دیگرتان را برگردانیم اینجا پرتایید همه اتون را میپرم بیا خدایا خدایا این چی است؟ با تپانچه بیتیر شما دکمه ها را کردید؟ من از کجا دانم چی ایستاده هجوم کنید تو هدیه توی دختری نبیره خانم را آسمی دوستی از ترس ینگا بولتا آدم رو خریب که کشد چی گفت است برادر؟ شد اجرا چی؟ بچه ها در درونه با جایش گذار برادر کجا میبری؟ اکا قرضدار بوده وظیفه همون همین مانع نشده خدایا بچه ها در درون رفته معلومات گیرید من امضا کردم اما هیچ چیز را نفهمیدم خرج پسرتان اساس زیاد شده است دیگر چاره نیست چیزی چارتان به فروش برآورده می شود
اینجا. شما کیستید؟ جناب جعفر بله. با ما فرمون شد که برای قرضهایتان این کار را حتما اجرا کنیم. نخود در زمستان خانه آدم را این طور کنید. حتی جارب را هم گرفته اید. اینش را نمیدونم. من فرمان را اجرا میکنم. ای بیامان همین کار رو بارد را. برادر وزنی شوید. خدایا برای مادرم شوربا پختنی بودم. بازار رفته بودم. شما در نیم ساعت همه را جمع کردید. به انصاف. برادر برای خودمان نمیکنیم که قرض را نسپرده اید. آخر مادرم بیمار باید جراحی شود. برای مصرف بیمارخانه من قرض گرفتم. باز هم پول لازم. خدا مددگارتان باشد. اما از دست ما هیچ چیز نمی آید. های شد آرام شوید. اکنون بسیار از حد نگذرانید. این چیست؟ من برای این وطن 13 ماه جانم را در خطر گذاشتم. در کجا پای من این خیل شد به فکرت؟ یک مدال شرف دارم. اگر این را هم از من بگیرید مردنی من بهتر. شد مرده. و اینش دست نرسید. خوب کار ما به انجام رسید. رفتیم. خدا یار و مددگارتان برادر. با شما نشمالی هم در نشده نه؟ کارلوس اینها روزانهای عصری سنگ باشند. یک گروهی کوچکی هن اینها. اینها همه حشراتی ضرر رسانند. لکی خلطه رو پر کردند ها؟ شادکلان ایستادر جاید. پلیس تمام روز با شما مشغول شویم. اگر جمع شوید زودتر. خزر گذر به این طرف گذر. بالتا آخر نکشی رو بس است. بالتا ینگا اومد ینگا. فقط مرا همی خیلی میترسانی. خیر شد تمام. کارلوس خبر دی آمده اینها رو برند از اینجا. حالا باز من تکی سالی رفتن لازم. مادر جان گریه نکنید. قربانتون شوم مادر جان. چیزی که داشتم همه رو کشیده گرفتم. اکنون چیکار میکنیم؟ میدر رو میفروشم مادر. نه هرگز فروختن نمیمونم. آخر این نتیجه خدمت های تو. نخود این رو فروشی. مرا فکر نکنید مادر. من شما را به خانه احمد میبرم. اینجا زندگی کرده نمی شود. من مبلغی بیمارخانه را حل میکنم مادر. پسرم از پی من نشم. مرا به خانه پیران سالم بر. دیگر باری گرانت نشم. چه خیلی بار مادر. اگر زمین را از تک پایم گیرند هم من شما را همیشه تاج سر میکنم مادر جان. پسر جانی مادر. پسرم تو آدمی بودی که در شعبه شناسنامگی حجت جمع کنی. این علکه خسته شده است. گویا تمام کوههای روی زمین بالای سر کتفایش باشند. بار دوش پهلوانان وزنی می شود. خداوند به دوش کس بار را نمی گذارد که او برداشته نتواند. حالا وظیفه ما محزونی خود را عیان نکرده او را دستگیری کردن است. رفتیم.
Assalomu alaykum. ташаккур суманҷон ту омадӣ дилам фараҳ гирифт ҳамеша омодаам шумо бо акаи солеҳ ба хона баргардед боз ҳамаш хуб мешавад مادرجون сар шуд шумо ором бошед ман ҳал мекунам دخترم به کجا می روی؟ گفتی دیگر به خانه او بر نمیگردم؟ он хона дар айни замон хонаи апаи саодат ҳам ҳаст хонаи нозия ҳам ای خودت کی؟ چی کار داری؟ خانم گلرӯ акаи солеҳ бо шумо шояд аз он ки шумо хуштоманаш ҳастед мулоим сухан гӯяд аммо ман дигарам фаҳмидед به این نگر یک مایده کو با من گپ زدنش دادی بیبی جون التماس بیاین ما رویم من به خانه من رفتن میخواهم با دادم بودن میخواهم تو به هیچ کجا نمیروی با من نمیروی به هیچ کجا نمیروی جان بیا лозим не ҳеҷ вақт намегузорам ки касе духтареро аз падараш ҷудо созад хусусан духтари акаи солеҳро бовар накунед кӯшиш карда бинед ки ба саратон чӣ меояд برای این رفتارتون جواب میدهید боварам намеояд ту аввалин шахсе ки пеши роҳи ӯро гирифтӣ барои духтаратон шумо низ бояд чунин ҷасоратро дошта бошед бои фарзанд бои беҳишт барои ин ҳамаи кор арзанда аст рафтем агар модарамро ҷарроҳӣ накунанд мемирад мегӯянд бародар агар медарро ҳам фурӯшанд намерасад охир дар хона ба ғайр аз як кат дигар чизе намондааст акаҷон модараро дар хонаи мо ҷой кардем якҷоя зиндагӣ мекунем то ба кай гӯё ба ту осон бошад бародар қарзҳоя дар чӣ ҳолатанд оҳиста оҳиста медиҳам гуфтам аммо нашуд ақаллан нисфашро дода натавонистам آماده باش به نزدیک خانه تو را میبردارم мо барои ватан дину имон номусамон дар кӯҳҳо сарсон будем бародар мукофоташ ҳамин аст магар ака мо барои мукофот накардем ку албатта охир наход дар зимистон хонаи одамро гирифта модарашро ба берун гузоранд ман барои он ки ҳама дар амну амонӣ зиндагӣ кунад ҷони худро дариқ надоштам хайр майлаш бало ба пасаш ман тоқат мекунам модарам чӣ من هم نتوانستم به معشوقم برسم در عسکری از کسی خود خوردم هیچ چیز نماند خانه‌دارشوی آرزوی نهانی شد آخر او را به کسی دیگر دادن میخواهند оё ман сардори шумо набудам акнун либоси низомӣ дар танам нест гуфта гапамро рад мекунед не сардорам ҳаргиз ака хуб майлаш ин корро мекунем дигар роҳ нест барои худамон не барои онҳое ки дӯсташон мекунем تشکر شاهد که دست برداشت اکای عارف دیگر سر کردند خدای توبه نخود شما بین خود جنجال کرد охир акаи солеҳ худро дошта натавонистам عارف بعد از وفات سلیم آیا تو را قاتل نگفته بودند؟ бале ака ҳамин тавр هر روز روی این کار شبهه زیاد می شد اما گروه به تو باور کرد حقیقت هم روی آب برآمد аммо акаҷон ҳозир вазъият дигаргуна аст بعضی چیز را دیده بعضی چیز را نه بعضی را میدونی دیگری را نه مقصد این که در وقت پرسجویی بین خود خصومت نکنید ҳамин хел кардед ки акнун худам аз худам шубҳа мекунам اگر نفس کارهای انجام دادهمان را به ما حق نشان دهد معنای آن را دارد که انسان بازیچه دست نفس گشته است دیگر درهای گناه با تمام گشاده می شوند بهتر است این کارها را نزدیک تفتیش کن ба чашм сардорам
салом алейкум. ва алейкум ассалом. мо ба шикори махсус меравем, барои мо лавозимот лозим. чӣ шикор кардан мехоҳед? хуб, тир лозим. силоҳ ҳам дар кор? албатта. бубахш бародар. зуд бошед бачаҳо. лавозимотро дар ин ҷуздон гузоред. акаҷон саломат бошед. бо иҷозати шумо. иҷозат ба шумо. ориф, гуфтаҳоямро нағз ба хотир гир. албатта ака, албатта. дар ҷасоратат гап надорам. аммо фаромӯш накун додарам ки баъзе вақт сухан ҳам монанди тир таъсир мекунад. сухан ҳам ҷон гирифта метавонад, ҳам ҷон дода. хуб ака, фаҳмидам. дар амалиётҳо ин суханҳоро дар хотир дор. ҳама корро бо силоҳ ҳал карда намешавад. ман ҳар рӯз ҷавони шуморо тоза мекунам. рӯзе мешавад ки бармегардед. насиб ботаҷон. хайр, майлаш. шуд бачаҳо, равед акнун. эҳсосоти маро бедор накунед. кани марш. то боздед сарвар, то боздед. акаҷон. аввал фаъолияти ҳамин корти сабирро қатъ кардан лозим. ман аввал медароям. шумо аз паси ман дар назди муҳофиз истед, то маҷбур нашавем ба ҷони касе зарар намерасонем. фаромӯш накунед, дар кӯҳ пушта нестем. фаҳмидам. хуш омадед. рақам доред? лозим нест. кори ман сабук. агар рақам мегирифтед хуб мешуд. ман фаъолияти ин корро қатъ мекунам. чаро қатъ кардан мехоҳед? аз шаҳр безор шудам. ба деҳот меравам. дар он ҷо ин ба дарди касе намехӯрад. лозим намешавад. хуб фикр кунед. дар ин замон бекор мушкил аст ба фикрам. гуфтам ба деҳот меравам. он ҷо корт ба ман лозим нест. фаҳмо, асабӣ нашавед. чӣ хеле ки хоҳед. ҷаноб, лаббай. мумкин даруни ҷуздонатонро бинам? албатта. ҷаноби ҷафар, корди шумо қатъ шудааст. ҳатто ба суд пешниҳод шудааст. кани ба замин. ба замин хоб равед. ман барои ҳамин омадам. кортро қатъ мекунам, аммо пул лозим ба ман. заҳмат мешавад, аммо бонки шумо боз ба ман қарз дода метавониста бошад. исто, бахш намекунем. акамо, майлаш. фаҳмо. ба хафо гузар, ба хафо. даром гузаре, зудтар! дарҳол. зудтар гузаре! дарҳоро банде. хуб шудааст ака. он муваққатан кор намекунад. бачаҳо се ҷавон буданд. бо се нафар будааст гуфта нодида нагиред. маълум ки девонаанд, хуб мусаллаҳ шуданд. зариф ба шумо маълумоти техникӣ медиҳад. ориф, сардории гурӯҳ дар ихтиёри ту. итоат сардорам. бачаҳо, ба шумо барор мехоҳам.
بنابر نواربرداری بانک 3 نفرند. گروگانان زیادند. نمیدونم چرا لیکن آنقدر زیاد نیست. 5-6 کارگر و 2 نفر محافظ. درون بانک را دیده میتوانید. نه، غارتگران در آمده. نواربردارها را خاموش کردند. من رفته چاره حل کردنش را می‌یابم. دودبرارها را زیاد خوب شده است. عارف، راهبری عملیات بوده‌ای؟ چی فرق دارد؟ همراه رفته حل میکنیم. رفتیم رفتیم. بچه ها. هیچ سورپریز باشد. سخت مرا ظاهر کردم. ба чашмонатон бовар намекунед акаи солеҳ. نه کنی سورپریز. برکن زود باش. باید زود حل کنیم جعفر. محکم کردن باش. بانک دیکار جلب میکند. شد گذر گفتم گذر. بالون زند پلیس ها آمدن. ظریف و درون بنا یگان کامera در آوردن و ما نوار بود. Haydaş. شاهین بینو را تو زیر نظارت بگیر. آدم ها را جا بجا کن. Haydaş. کارلس دری اساسی را تو زیر نظارت میگیری فهمو؟ باشش مکان. والتر تو اینجا است. برای پراندن آماده باش. خوب مکان. رفتیم خدا مدد دارم. یا طرفیش برادر. اکا واحدی مخصوص آمد چیکار میکنیم؟ کاری که آغاز کردیم باید به انجام رسانیم احمد. آخر چیکار کنیم؟ ما یک جای با آنها ضد دشمن جنگ کرده بودیم. اکنون به طرف آنها تیر میاندازیم. خواستم اون را اگر گیریم جانی کسی ضرر نمیبیند. شما را احاطه کرده ایم. میخواهم به کسی ضرر نرسانده این کار را انجام دهیم. واحدی مخصوص، بله. رتبت، کمیسر نامت. ببخش تو را نمیشناسم. نامم را گفته نمیتوانم. برای قطع کردن فعالیت کارتم اینجا آمدم. برای یک کارت را قطع کردن همه مردم را به پا خیزانند. من دیگر راخی علاجی نداشتم. قرض بسیار داشتم. مادرم بیمار، پول لازم. باید جراحی کرده شود. برای قرض خانه‌مان آمده همه چیز چاره روزوار را گرفته بردند. چی فقط ما پاداش میدهیم ها؟ آرام شو برادر، آرام شو. همش را به خوبی حل میکنیم. عارف، آنها خوب مسلح شدند. ببین لباسهای مخصوص پوشیدند. مهارت سلاحداری هم دارند. آنها را ببین. هم گپ زنیشان، پرسیدن رتبه. ظریف ها دزدان عادی نیستند. خوبی باشد. اول سنایپرچی تیراندازت را گیر. تیراندازی فنچیت را هم دیدن نمیخواهم. معلوم که آگاهی خوب داری. بگو حربی هستی یا از امنیت؟ برقرچی اگر سخت مرا کرده باشی خدا دینش را یاب. کمیسر معلومات درباره جنایت تشکر برادر. برای کار. جعفری صابر سال تولدش 1988 داغ سودی ندارد. ببین ظریف در شیرنه خدمت کرده است. افتخارنامه و مدال هم دارد. دیگران با او بودند. حالا همه‌شان از آن خودی گوی؟ من حیرانم چرا وی با آن غارت میکرده باشد. ندانم. با درون می‌دروی. اما فراموش نکن دادرم. بعضی وقت
صالح حتما با این آدم مذاکره میکرد. ما هم باید اول با او گپ زنان کنیم. درست. چه سورپریز باشد. سخت مراغ به ظاهر کرد. چشمانتان باور نمیکنید آقای صالح. اقرب یک الاخر سنایپر از جایش برآید. گروه تخفیت هم موقعش را ترک کند. تو امر دیگر در علاقه باشید. چیکار کردن میخوای عارف؟ چه نیت داری؟ رفته با این برادر روبرو صحبت می‌کند. از قهرمانیت بیزار شدن. این بانک را غارت میکند. بیا درآمد کار را حل کن. حالی گروگانان چه میشود؟ این آدم سابق حربی مدالدار است. چرا بی گفت و شنید سویش تیر کشاید؟ چی مسلح شده بانک را غارت کند ها؟ اگر او را راضی نکنم میتوانی هر دویمان را پرانی. این کیست؟ این دیوانه چیکار میکند؟ باز همون آدمی با تلفن گپ زدگی نباشد. من به گفت و شنید آمدم جناب جعفر. اینجا بیا. زود باش. ایستا. اینها تعییناتی مخصوصا جعفر. شاید نام آماده کردن. اگر نام باشد جوابشان را میدهیم. ما آنها را میشناسیم اما آنها ما را نمیشناسند. کلیان سورپریز. دخترم. دادا جون. جانی دادش. دختر جانم. به خانه برگشتیم صالح. نازیه به تو احتیاج دارد. آفرین دخترم. همینقدر با خانم مذاکره کردم اما او را راضی کننده نتوانستم. تو چطور توانستی کنی گپزن؟ من حسی مادری اپی سعادت رو بیدار کردم. سلامت باش سومن جون. سلامت باش. هیچ گپ نیم. تشکر سومن جون. تشکر که مرا دوباره به اویله برگردوندی. سومن اپا جون. سومن جون. دخترم سومن. سومن جون. جعفر گوشا در را. با گفت و شنید این کار را حل میکنیم. در را بشو. اکنون به کفا. آرام باشید. خواطر نشوید. همش خوب میشود. گروه یکم آماده باشید. هجوم میکنیم. شاهین تو چی کار میکنی؟